یک کلیپ کوتاه رو براتون نشون میدم از یک پسرک ترکیه است. خب یک سن 13 ساله نمه یک نطاق ازش پرسان میکنه و رای نظرش درباره انتخابات میپرسه. ایره بدری براتون ترجمه میکنم ببینید چه جواب دادن چه کنه میده. شریعت قانون الله است، همون قانون اساسی الله است. ما باید زندگی خود را با قانون الله تسلیم کنیم. امیال پیشتر از مردم پرسیده که اگر فردا انتخابات باشد به کی رای میدیم؟ جواب من این است: بر اساس باور ما بر مبنای توحید و سنت مطابق شریعت الله رای دادن در انتخابات دموکراتیک شرک است. از نگاه ما کسی که رای میدهد کافر میشد. بر اساس عقیده ما او مشرک میگردد. اجازه بدین کوتاه براتون بگم چرا مشرک میشد. بعد موضوع رو به شما میسپارم. یک سوال: ما نماز را برای کی میخوانیم؟ برای الله. اگر کسی نماز را برای غیر الله بخواند آیا کافر نمیشد؟ بله. این عمل شرک است. شرک یعنی قرار دادن شریک به الله سبحانه و تعالی. همونطوری که گفتیم کسی که صفات الله را به دیگری نسبت دهد کافر میشد. اکنون به موضوع حاکمیت میرسیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن سوره یوسف آیه 40 میفرماید حکم گذاری تنها از آن الله است و بعد میفرماید او فرمان داده که جز او کسی را نپرستید. اول اینجا حکم را ذکر کرده و سپس عبادت را تاکید کرده. از این میفهمیم که حق حکم و قانونگذاری بخشی از عبادت است. در سوره کهف آیه 26 الله سبحانه و تعالی میفرماید او در حکم خود هیچ کسی را شریک نمیسازد. پس قانونگذاری فقط از آن الله است. اگر این حق را به بشر بدهیم کافر میشیم. در سوره توبه آیه 31 آمده یهود و نصارا علمای خود را به جای الله پروردگار گرفتند. پیامبر وقتی این آیه را خواند عدی بن حاتم گفت ای رسول الله ما آنها را به خدایی نگرفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آنان چیز را که الله حرام کرده بود حلال کردند و شما اطاعت کردید. این همان عبادت بود. اگر این موضوع را به امروز ببینیم حاکمان چیزایی را که الله حرام کرده حلال میکنند و چیزایی را که الله سبحانه و تعالی حلال کرده حرام میسازند. مثلا زنا در دین اسلام حرام است، اما امروز اگر کسی 18 سال یا بیشتر از 18 سال باشد طبق قانون میتواند زنا انجام کند. در ترکیه شراب در دین حرام است اما در نظام فعلی حلال اعلام شده. آیا کسایی که از این قوانین و حاکمان حمایت میکنند در واقع آنها را نمیپرستند؟ الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 44 میگه کسانی که به غیر آنچه الله نازل کرده است حکم کنند کافرند. پس کسی که به غیر از قوانین الله حکم کنند و کسی که او را حمایت کنند گرفتار کفر و شرک است. بعضیا میگن برای مسلمان بودن کافی است شهادت بدی، نماز بخونی و روزه بگیری بس خلاص. اما الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره بقره آیه 256 هر کس طاغوت را انکار کند و به الله ایمان بیاورد او مؤمن است. اول باید طاغوت را رد کرد و او کفر ورزید بعدا ایمان آورد. بدون رد کردن طاغوت مسلمان نمیشوید. طاغوت یعنی هر کس یا چیزی که از حد بندگی بگذرد، مثل شیطان، جادوگر یا حاکمی که بر اساس قانون الله حکم نمیکنه. مثلا اگر من به خانه بیایم و وسایلت را به دلخواه خود جابجا کنم از حد گذشتن دنیا از آن الله است. اگر حاکمان قوانین الله را اجرا نکنند آنها طاغوت هستند. الله سبحانه و تعالی میفرماید شما بدون رد کردن طاغوت نمیتوانید مسلمان شوید. دنیا مال الله است. اگر ما به جای قوانین او قوانین خود را اجرا کنیم به الله قسم ما طاغوت میشیم و طغیان کردیم. الله ما را در این حالت کافر میخواند و میفرماید که باید توبه کنیم. در پایان میخوایم بگوییم که بر اساس باور ما رای دادن شرک است. ما این را با آیات قرآن توضیح دادم که باور ما بر او استوار است.